سلام. بذارید بدون هیچ وقفه‌ای برم سراغ اصل مطلب. ماینکرافت بازی که هممون بازیش کردیم. بعضی با کامپیوتر بازی میکنن، بعضی با ایکس باکس بازی میکنن، بعضی با PS4 بازی میکنن، بعضی با پلی استیشن 5. درصد خیلی کمی از افراد با عینک واقعیت مجازی همون وی آر بازی میکنن. ولی خب من کم در کسی دیدم که با فرمون من امروز قراره یه سر چالش داخل مارکت با فرمون انجام بدم. کیو دیدی؟ و شاید از خود سوال پرسید که این چالش از کجا اومده. درسته، من داخل اینستاگرام که همین الان قرار بری فالوش کنی یه استوری گذاشتم و ازتون خواستم که سری چالش‌ها رو بهم بدید. پس امروز قراره یه سری از چالش‌های ماینکرافت رو همراه با فرمون، نه با دسته و وی آر و کیبورد، با فرمون داخل ماینکرافت انجام بدیم و نتیجه برید ببینید. بوس. بچه‌ها الان که همه اینا رو بهتون دادم بعد بهتون بگم که یه مهمون ویژه داریم. فقط نیا. سلام. آقا نکن آقا بله بچه‌ها سما ما مهمون ویژه است چون من با این قاعدتا سمپا ما قراره کمک دستم کنه تا بتونم چالش‌ها راحت‌تر انجام بدم. چون میدونید من با این نمیتونم اینونتوری بگیرم، نمیتونم کرافت کنم، قراره فقط میتونم بازی کنم. سمپا بریم سراغ چالش اول. میخوام رنده کنم. آره واتر باک 360 داداش. بیا بریم بدو. لش بیار بالا. من چوری بیام آشغال. الان تلپورت میگم. من خودم خبر نداری، من خودم یکم بالاتر من فرصت داشته باشم غلطی بکنم. بریم یه دونه باکت بده داداش. بگیر انگل. یک شانس داری. یه دونه داداش 360 نزنی، هر چی نزنی فقط تو زنده برس به اون پایین. اگه زنده رسیدم چی؟ 360 به زنده رسیدم چالش قبوله. 360 هم نزدم. آره تو فقط زنده برس. بچه‌ها میریم چالشو بعد. یه بار دیگه تو رو خدا حاجی. این بازیکن باور داره که میتونه این کارو انجام بده. وایسا بریم. بیا منتظرتون باش. بیا اینجا. بیا برو. چالش انجام شد. بریم چالش بعدی. فکر من خیلی باحالی، فکر من خیلی خفنی انگل. آره. من خدا. بگی. این چیه؟ برو دایمند پیدا کن. دایمند پیدا کنم چقدر وقت دارم؟ داش ببر 5 دقیقه. 5 دقیقه وقت دارم 10 تا دایمند پیدا میکنم. احمق. روزانه میرسی 2 دقیقه پیدا نکنی میکشم. لاوا میریزم پایین. چقدر سخته. خدا تو میتونی. یا من میبرم پایین. نمیتونم برم تو سوراخ. میمیرم. اگه زیر پام لاوا بود من چالش برنده شدم. شهید شدی در راه دایمند. تو ساعت چندین؟ سری باش عوضی. جوابم بده عوضی. 20 یک 16. کام بلیو. Are you seriously brother? Bring me up bro. بیا دور من داش. ها ردستون حتما دایمند کنارشه. وای تو کیو دیما موریسون؟ من خودم دایمند داداش منبع تو هارد کنم اینقدر دایمند پیدا نکردم که اینجا دایمند پیدا کردم. میدونی چیه ناراحت شدم تو خیلی راحت پیدا کردی. من فتیش عذاب کشیدن تو یعنی من دوست داشتم تو اینو پیدا نکنی. داش میشه من بیاری بالا؟ نه باشه. سمپای فشاری تو کامنت ها هشتگ سمپای فشاری. داداش چالش بعدی میدونی چیه؟ باید با پا بازی کنیم داداش. من الان با پام دارم جلو عقب میکنم. الان دارم با پا راه میرم داداش. آکوم لیو داد. منم نمیتونم. بس دیگه دهن تو ببند. اش بیار اینجا ببینم. خب بچا 3 تا چالش تا الان انجام دادیم. با ما فقط ایزی ویزی لمن اسکویزی. از اونور نگاه. هلو سلام سمپای مان. حالا اینور نگاه. اوه هلو. از خودم گیر کردم. سلام. بس بشینم آجی. خب بچه‌ها خوش اومدین به چیز آموزش رانندگی سمپای. برگاه انگل. من اینجا چیز دستمه، شما قراره به شما نمره بدم. وگرنه این طور چون می‌کنم تو بریم. ها تست چیز آموزش رانندگی داداش راه نمیره. بلت. ماشین سنگین بود من نشسته بودم. اوه جیسس فاکینگ کرد. خب شما رد شدی. تبریک میگم دوست عزیز شما رد شدی. کار نمیکنه. ما در ماشین واکن بین عوضی. کار نمیکنه. نه مسابقه بدیم. داداش یه کورس بذاریم. در 1 میلیون بریم. آقا بریم. هر کی زودتر مرد. من مردم. ماشین ترکی. اولین چالنجی که شکست خوردیم اونم به خاطر که مادش کار نمیکرد وگرنه ما همه چی اوکی بود. از اونجایی که خود آدم شطوری خیلی شطوری هستی برو شطور پیدا کن. شطور. میدونی ورژن بازیمون چنده؟ نسخه 1.16 تنها نسخه بود که میشد ماد ریخت و فرمونو به ماینکرافت وصل کرد و بریم چالش بعدی. 2 تا چالش الان باختیم اونم به خاطر باگ. ان شاکری پر بیا. بچه‌ها بهتون بگم از الان اولا اینکه نمیشه با اینا اصلا تیری زد. میبینید من دارم فشار تیر میزنم. من فقط از دکمه مس استفاده میکنم. اینجوری میچرخونم. اوه
گرم بود. هرمو کشتی. شب کنم بزنم دنی کریپرا مورشون همه رو میکش. تو همین خط وای خوردم تپا کمک. تپا تفنگ بده. ای دو تا کریپر پشت ده. اگه الان بجنبی میتونی. بیا تفنگ بده لاشی. الان میزنمشون. ببینید تفنگ لگت داره. تو زامبیا رو بکش من اینا رو میزنم. بکشم. الان برای تفنگ بیارم. داداش بیا اینو بگیر. این شد تفنگ. وای کریپر پشتمه. ببینید عاملا بزن الان میام همونا رو میزنم. وایسی تفنگ بده از همینجا تفنگ بده. لاشی تفنگ بده. این شد تفنگ. دهن همتون. نه اینجا. من کجا؟ نمیبینم. دیدم. یکی رو زدم. تو چالشو بردی. بیا بریم چالش بعدی. ریدی. بریم بعدی. خیلی هارد بود واقعا نمیتونم بلیف کنم. چیه داداشی من والا نمیدونم. اینجا نمیشه برو در ننه یکی بزن. گاش مشکل نداره. ای ویلیجر جون سلام. رفت تو خونه آجی. تو اینجا نگاه نکن. سلام السلام. آجی منو دور زد. بی‌ناموسه. سیاق نداره منو دور بزنه. بریم بعدی. الکسیات گفته 10 تا اسکلتو باید با اون فرمون بازی بکشی. داداش تو یکی بکش جون داداش. یکی حله آقا یکی حله. بیا اینجا. یکی حله داداش. شب کن میخوام اینجا همه رو بکشم. به اسم الله الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دست به موس میشه این بازی کن. اونجا زامبی سو میبینه. اسکلتون زدم. ما بکشی قبول نیست. یکی هم بکش. زدم خدافظ. داداش گریزی گفته فیودم یاد میاد که یه مپی رفتین توش وان بازی کردین و شانسی بردین. ناموسن با شانس میاد. حالا در کار بگذارین. اگه بعد میخوای خودتون نشون بدی بگذارین. همه فن حریف هستی بگذارین. این بار بیا با من بجنگ ولی بگذارین با فرمون. همین الان بیا من منتظرتم. فقط سری بجن بیا. دیر بکن یعنی نوب سگی. بگذاریم. بچه‌ها همونطور که دیدید کریزی گیمینگ نوب سگ بازم نتونست منو تو هیچ چالش حد با فرمونم از من با همه تو کامنت ها سمپای نمیدونم چی گریزی نوب سگ. بریم برای بعدی. داداش دک بساز. کجا بسازم؟ هر جا که دوست داری دک. داش چند سانتی میخوای؟ داداش خیلی بزرگ دوست دارم. خوبه. چیکار میکنی حاجی اون؟ با راضی داداش؟ اصلا شبیه دک نیست. از سخت بیلد کردن. داداش بذار حالا که اینجوریه من خودم یکی بعد درست. اون داره خیلی واقعی میشه. به نظرم باید سانسورش کنید. حاجی این وای حالا میریم بر بخش میانی دک. سمپای داداش این دیگه اشکال نداره داداش. بالز خوبی. چالش دیک هم کامل شو. چالش بعدی چیه سمپای آشغال؟ داداشی برو باید با یه پیگلین ترید کنی. سلام فیودل. برای این چالش میخوام که طلا بگیری دستت بری به جهنم به این پیگلینا یه دونه طلا بدی. بعدش که لوتشون رو گرفتی برمیگردی به پورتال کوچولو. بعدش تو برنده این چالش شدی. متشکرم از همکاری. قول بده دادا. یه ابسیدین هم بهم میدی من دروازه درست کنم. خواهش میکنم. میرم فیلینتت. برو لش ببر. وای اوی زنه. باز کن دیگه دروازه. من فیلیت ندید. خدا تو سرباز. من می‌خواستم بهت بگم برات قراره پیگلین بزنم چون من خدا. باید رد می‌شدی. چالش تیم بود ولی رد شدی. وای 3 دقیقه برگردم و جول کردم. پیگلین داره تو رو میزنه. ببینم برو پایین. دراپ کم سپا دراپ کم. نچه یه اسپوردم حاجی بردم. بردی؟ بچه‌ها من با شما یه کاری دارم. ببین الان با دهنت قرار باز. خدا فرمون رو چرخون. چرخوندم حاجی. با الان با بردی. مثل که یه چالش دیگه هم هست. داداش شما قایق سواری کنید داداش. بودو بیا اینجا طرف امیدوارم حداقل این قایقه رو بتونم برم با این فرمون. واقعا دوست دارم یه چیزی راننده با این فرمون. دریفت آی فیدال بیا اینجا ببینم. اومدم جان. حاجی کریپر. آره. ببین. کپوراس ندارم حاجی. کپوراس با این انجام میدم. وای 3 دقیقه. اصلا مزه نداره. دارم گاز میدم حاجی. بقیه‌اش با کیبورد. درد و نفرین. کار نمیکنه. من هر چی دارم تلاش میکنم فقط کلم میچرخه گازم نمیده. و مرسی که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. اگه بازم از این چالش خفن میخواد حتما تو کامنت بگید. اگر چالش خفن دارید حتما بگید که با این فرمان انجام بدم. و تو ویدیو بعدی فعلا